سفارت ترکیه در دوشنبه بستن سازمان دیالوگ و مکاتب ترکی را که به فتح‌الله گیولن روحانی فراری ترک ربط داشتند پشتیبانی تاجیکستان از مبارزه ترکیه علیه تروریسم نامید. شب 15 به 16 ایولی سال 2016 بخش از ارتش ترکیه تلاش تبادلات کردند. آنها یکچند مکانهای مهم استراتژی را زیر نظارت گرفتند اما ناکام شدند. هیئت حکومت و پرزیدنت رجب طیب اردوغان مقام خود را حفظ کردند و در این حادثه فتح‌الله گیولن را عیبدار کردند. فاتح قهرمان کاتب یکم سفارت ترکیه در تاجیکستان در یک نشست خبری که به یک سالگی این حادثه بخشیده شد اظهار داشت در حادثه های کوشش تبادلات دولتی در ترکیه شهروندان تاجیکستان مستقیما شرکت نداشتند. Bildiğimiz kadarıyla darbe girişimine katılan bir yabancı vatandaş olmadı. تا جای میدانیم در کوشش تبادلات ترکیه یگان شهروند خارجی اشتراک نداشت، اما چند نفر برای ارتباط داشتنشان به حبس گرفته شدند. بغیر از یک شهروند تاجیکستان که عیناً با همین اتهام عیبدار میشد و بعداً رها گردید، دیگر نفر از تاجیکستان بازداشت نگردیده است. گپ درباره طاهر سیدزاده شهروند 26 ساله تاجیکستان است که بعد 8.5 ماه آزاد گردیده در ماه گذشته به وطن برگشت. به گفته کاتب یکم سفارت ترکیه در دوشنبه در پی شکست گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق اعضای این سازمان تروریستی از کشورهای جهان از جمله از آسیای مرکزی تلاش میکنند از طریق ترکیه به وطنهای خود یا کشورهای سیوم روند. در اساس گزارش‌های رسیده در میان بازداشت شدگان شهروندان تاجیکستان نیز هستند که برخی از آنها با اعضای خانواده‌های خود بودند. میان نهادهای امنیتی ترکیه و تاجیکستان همکاری‌های زیچ موجود است. طبق توافقات میان نهادهای امنیتی هر دو کشور موظفند که افراد گمانبر در جنایت‌های وزنین را بازداشت و به کشورهای یکدیگر استرداد کنند. در پی کوشش ناکام تبادلات نظامی حکومت ترکیه هزارها نفر از کارمندان نیروهای مسلح، دادگاه و دانشگاه‌ها و مکتب‌های این کشور را به اتهام طرفداری از فتح‌الله گیولن بازداشت و یا از کار برکنار کرد. طبق اطلاع سفارت ترکیه در تاجیکستان نسبت اشتراکچیان تبادلات 1000 پرونده باز شده و در 23 شهر این کشور 78 مرافع سودی ادامه دارد. بیش از 100,000 نفر کارمندان نهادهای مختلف دولتی از وظیفه‌هایشان برکنار شدند. از بازداشت‌های سرتاسری اتحادیه اروپا اظهار نگرانی کرده از این کشور خواسته بود تا به حقوق انسان و حکم قانون احترام گذارد. در چهارچوب وضع فوق‌العاده عهده‌داری‌های بین‌المللی ما به طور دائمی در نظر گرفته می‌شود و سازمان‌های بین‌المللی عاید به تدبیرهای اندیشیده شده سری وقت معلومات دریافت می‌کنند. همزمان تاکید گردید که فعلا 300 تشکیلات دوباره به فعالیت پرداخته و بیش از 30,000 کارمند دولتی به کارهای قبلی خود برگشتند. در جریان کوشش تبادلات در ترکیه در روز 15 ایولی سال گذشته 250 شهروند کشته شده بیش از 2000 نفر زخمی شده بودند. فتح‌الله گیولن روحانی ترک مقیم آمریکا اتهام اشتراک در این تلاش تبادلات نظامی را رد کرده است. İçimde sinsi bir endişe varsa